در سیه بکارم راهی رفتن ندارم در غریبی بکارم راهی رفتن ندارم گشنه خار زارم آچه بیای برینم. سلام علیکم برادرای عزیز. مگه خنده دارو بس آدم را تبابت میکند. یک قصه نوبتی نقل میکنیم برای او برادرایی که پشت دیوال پنجره نشستن. اول بر ویا آزادی تمنا میکنیم. بگذار آزادی نصیب روزیشان بگرده، مثل ما در این سایه های سلخین در باد و هوای تازه بشینن. کامیرا ده 7-8 آدم شتگیان. خب برای آدمایی که در کامیرا بدن میفهمن، برای که نبدن بگذار نبینن. شتگیان خیلی بلندیار کرموشکه هوی میشه او خود میبیارن، هم پیکه هاشونو میگیره. یا نویچوک هم خشتگی خیلی با هر یک کامیرا بخواد اسماتیدش هم بری بالا چلی که در هم پیشانی میبرن میبیارن. ای همون کازی خونه هم موش میده و میبیره ای دست همون نویچوک خیلی با همون مگازم میگریزه. این لاشکش خیلی خمیزنه همون موش دهنی همون کرموش کده میگالته میبره. اسماتیدش ایجاش همون خمیزه میگه برادر چی با این موشه کشتی؟ تو خود استاتیا 158 خدشتگی وی و رفتی دزدیه همون موشم آمد دزدید بود و هم ترمه دای خطی خودمونه کراچی تر تا ساعت 8 بگره سراک این موش نمیدلینه وستنوید میکنی. خیلی خراشا مگه این نویچوک هم اگرانی خیلی آدم میفهمیدگی خیلی اوجا همه وقتی ساعت خدی ساعت 8 بگره میشه خیلی از تلام شتگن. مطرح چی میخوزه میگه اندره بخی ایجاد ساعت 8 شید وستنوید کدی موشا کنه بیسنید کدی چی با تو یک کشتی؟ گفتم من میتونم بیسنید کده. شما میگین که ایم یکی دوزای ایم رنگ خودمونه اگر این کریزگی نمیکردی اگر رنگ خودمون میشید همه جهت هم ما استاتیه 158 این هم می آمد رنگ آدم ختیمون میشید ایتنه ای دست ما میکن میگرخت. سلام علیکم. یک قصه نقل میکنیم به خاطر مهربانی حق همسایه نسبت یادگاری. میگه تا خشتوار دور یافتن همسایه نزدیک بگی و خوبه. یا همسایه خدا بخبر ای رسیه یا سگ میبره یا بولدوگ که همین قدر میبره خیلی کوارتیر ده زندگی میکده. این سگ خدا زده همه خیلی خراک میکشیده شما همه خیلی خراک میکشیده. خیلی همسایه یه روز طاقت میکنه 2 روز میکنه 5 روز میکنه بیزار ایجان میشه. اومده همسایه را گفته ای برادر تو در باطن خونی آدم و آدمگیری یگان لحظه داری چو کدای ساسه چو کدای خیلی گوزن و خیلی رشاد میکنه با ای رسیه رفیش خیلی دستان خیلی کل پچان کدیگی رشاد میکنه گفته براتا گفته این همیسته که تو شما خوراک مکشه مرا زعیبت کدیگه من نخدم خواهم نه گودک نه چودک اگه داری همسایگی دم خیلی اوه چیکار کردن در کار اکا چیکار کردن در کار گفته چیکار کردن در کار من یه وقت یه سکرت فهمیده بودم در خونت یگان سانتیمتر لنته داری لنته گفته خیلی لنته گفته این لنته که سران شانت بکنن میبندن گفته خیلی میویم یک وجه لنته بگی گفته نوکی چولی سگ ده خیلی بانتی که خراک نمیکشه هم خیلی میکنه جور بانتیک میکنه سهر ساسد میپره ساسد شاو چیخه که سگ خراک کشید یا نه گفته نه چیکار کردی گفته اونم نو که چولش لنتر بانتی کدوم تمام پگه ای بابا خود میره کار میویه میگه ساسد تو خود زعیبت کردی که سگ تا گفته خراک میکشه سگ خراک کشی رو بس کده خود چا کده تنبله شما خراک میکشی گفته خیلی من خواه میرم ای که جا میفهمم من خراک میکشم با من چیکار کنم تام گفته نوک همون چولت لنته به من یا 20 سانتیمتر لنته بگه بانتی که خراک نمیکشی مرده که بیچاره دیگه همین فکر در کلش یکان تشکیلی میره مست میزنه میویه
همون گپ به خاطرش میزنه نوک چولش در لنتر بانتینگ میکنه خام میره این هم بستگی سگم بستگی سهر همه خیلی مخیز آدمی مست چی میگه و بولدوگ جان نگاه میکنه نوک چولی وای در لنتر بستگی نوک چولی خودش در لنتر بستگی شاو یکون جده کیفکت بیدیم چه میگه بولدوگ جان آنش گم ایشا ما جای یکم گریست دیگه چی هر دو مونده لنتر چکه بستگی